که آقا این کتابا یه ترکیبی پررو از امید، داستان‌های جذاب، چاپلوسی شما و در آخر یه راه حل ساده. یعنی شما بگی موفقیت انقدر ساده بود، در صورتی که موفقیت آقا خیلی پیچیده تر از این حرفاست و ما هم راهش پیدا نکردیم. یعنی تو هر زمینه‌ای نمیتونی موفق شی. بخوای میتونی برای هر فردی با توجه به شرایطش به تعداد آدمای روی کره زمین راه موفقیت وجود داره. قال مارمولک. این کتابا مشکلی که داره به نظر من اینا یه ذرم اثر پلاسیبو انگار داره. میخوای پاشی؟ آره نمیخوام دیگه پاشم برم بزنمشون. اینا یه ذره تاثیر به نظرم پلاسیبو هم داره. پلاسیبو رو بگم دیگه این تخصص آقای دکتره. آقای دکتر بفرما. پلاسیبو چیه؟ پلاسیبوش میگن اثر دارونما. مثلا توی تحقیقاتی که میخوان انجام بدن، دارم به عنوان مثال میگم که جا بیفته معنی کلمه دارونما یا پلاسیبو چیه. مثلا میخوان اثر یه داروی جدید رو بسنجن. 2 گروه آدم میارن، به یه گروه یه کپسول میدن که توش هیچی نیست یا اینکه بی اثر مادهش. به یه گروه مثلا یه کپسول میدن که اون دارو جدید است. خب این دوتا گروه داروها رو مصرف میکنن و آخر اثراتش رو بین این دوتا گروه مقایسه میکنن. به اون گروهی که بهش کپسول خالی دادن به اون کپسول میگن دارونما. چرا؟ چون شبیه دارو ولی دارو نیست، پلاسبوه. در واقع خیلی از چیزا تو زندگی ما اثر دارونما هست و این کتابا جزئی از همون دستن. یعنی به ما تلقین میکنن که یه اثری دارن در حالی که اثری ندارن. آفرین، چقدر قشنگ گفت. بریم نمیگیم دکتر. بذار اینو من بگم بعد بریم تو موضوع بعدی. بله ببین، ما یه موضوعی میخوایم حالا بگیم در مورد این کتاب. چیه؟ این کتابا محتوایی هستند با سیگنال پایین و نویز بالا. اینو حالا میریم تو بخش دوم پادکست توضیح میدیم. بخش بعدی با ما باشیم. میخوایم شما رو با نگاه علمی آشناتر کنیم. میدونم شما استادین ولی میخوایم آشناترتون کنیم. نگاه علمی به این قضیه. آره دیگه، نگاه علمی به این قضیه. اطلاعات کم و نویز زیاد، چیزی که بخش قبل توضیح دادم در آخرش. محبود میخواد برامون توضیح بده. محبود نامرد. بذار وارد یه نیمچه تئوری اطلاعات بشیم. تئوری اطلاعات یا اینفورمیشن تئوری یه چیزی داره به نام آنتروپی شانون. حالا میگین شانون کیه؟ شانون یه شخصه. کلاد شانون میگن پدر علم مثلا کامپیوتره، واقعا پدر علم اطلاعاته. یه چیز معرفی کرد به نام آنتروپی. آنتروپی نه تو مبحث ترمودینامیک، چون تو ترمودینامیک و فیزیک هم یه آنتروپی داریم. این آنتروپی فرق داره، مربوط به احتماله. آنتروپی یعنی چقدر توی یک اطلاعاتی که من دریافت میکنم چقدر غافلگیری وجود داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگه یه چیزی بگم که تو قبلا میدونستی یا میتونستی راحت حدس بزنی، این اطلاعات در واقع آنتروپیش پایینه. درسته. یعنی من میگم فردا خورشید از شرق طلوع میکنه، عملا اطلاعاتی بهت اضافه نکردم، پس برای همین آنتروپی این حرف پایینه. ولی اگه من بهت بگم فردا تو بلیت بخت آزمایی بگیر برنده میشی، این آنتروپیش خیلی بالاست، چون احتمال پیش اومدنش خیلی پایینه. پس من یه فرمول الان اینجا بخوام بگم، یعنی جمع‌بندیش بگم، میشه پس آنتروپی بالا یعنی اطلاعات زیاد، اطلاعات بالا. درسته؟ یه کتابم داریم انقدر آنتروپیش بالاه اصلا. آخ. یعنی ببین این کتابو شما شروع میکنی بخوندن، به نظرم مثلا جنسی یه سری کتابا اینجوری شما نمیتونی یه کله بخونی بری تا تاش. واقعا مغز آدم نمیکشه. واقعا نمیکشه. یعنی حاصل یه کار 25-30 سال، شاید هم بیشتر، 60 سال یک نوبلیست اقتصاده که جالبه حدس بزنین. جالب این نوبلیست اقتصاد رشتهش هم اقتصاد نیست. اسم نمیاری. اسمش این آقا روانشناسه و خیلی جالبه. این کتابو شما باید هر ذره به مرور بخونی که تو مغزت بشینه. یعنی اصلا قابل فهم نیست تو یه ضرب خوندن. و این که دیگه نابغه باشی دیگه، شاید خودش بتونه. این کتاب
کتاب تفکر سریع و کنده. به همه توصیه میکنم واقعا. از این کتاب آنتروپی بالاتر نداریم. ببین نوشته دنیل کانمن، نوبل 2005 فکر کنم. بتونیم زوم کن ادیتور خودم نوبل 2000 چند بوده؟ 5 فکر کنم. نمیدونم 2000 چند بوده، ولی نوبل اقتصاد گرفته این کتاب، تفکر سریع و آهسته سریع و کن. البته دو تا ترجمه داره تو بازار، ولی من این ترجمه رو ترجیح میدم، ترجمه نشر نوین. آره من اون یکی رو خوندم، اونم بد نیست ولی راحت تره. فاطمه امیدی فوق العاده ترجمه کرده. و خب این کتاب هر فصلش و هر چپترش انقدر اطلاعاتش زیاده که شما نمیتونید بیشتر از 10-20 صفحه تو روز ازش بخونی و واقعا اون حجم اطلاعات گیرپاش میکنی. اصلا به نظرم این کتاب یه چیز عجیب غریبیه. طلاه، واقعا طلاه. این کتاب تقریبا میتونیم بگیم که آنتروپیش بی‌نهایت، نویزش صفره. برعکس این کتاب. خب الان وجه تفاوت این دوتا کتاب چیه؟ خب برام توضیح بده. ببین این کتاب به نظرم نهایت اون کتاب دیگه نهایت زردیه. ببین اون کتاب فلورانس دقیقا تو همین صحبته که کردیم، آنتروپیش به شدت پایینه. یعنی اصلا هیچ اطلاعاتی به شما نمیده، یک سری داستان میاد تعریف میکنه که آره من مثلا یه خانومی اومد پیشم، این خانم فردا باید مثلا 30 میلیون تومان پول اجاره میداد و 5 میلیون تو حسابش بود. به صورت معجزه‌باری 25 میلیون به خاطر عبارت تأکیدی که بهش یاد دادم شب اومد تو حسابش و تونست اجارهشو بده. ولی آقای کانمن میاد چیکار میکنه؟ میاد علمی نگاه میکنه، آزمایش انجام میده، آزمایش طراحی میکنه، نتایج رو آماری درست بررسی میکنه، داده محوره و نگاه علمی داره. نگاه علمی همینه. ببین شما هر فصل اینو که میری جلو، بذار من بیارم مثلا توی تصویر شاید بتونیم بیاریمش. کجاش بود؟ ادیتور میگه نمیشه. ادیتور میگه نمیشه. ببین شما هر فصل رو که تمام میکنی میبینی چقدر منبع داره، به مقالات، به رفرنس ها ارجاع داده. برعکس اسکابلشی که حرفای به قول معروف شکمی میزنه و میگه که من دارم میگم پس درست دارم میگم. آقا تو کی که داری این حرف رو میزنی؟ اصلا تو از کجا اومدی؟ یا یه کتابی بود من حالا شاید اینجای پرش شاید بهتر باشه چند تا تکی کلامی که تو این کتابو میگن برامون بگی. ببین بخوام اینو بگم، مثلا این کتابا میگه که تو باید هدف داشته باشی. میدونه بود دوست افغانستانی بود میگه تو باید موفق بشی. اینم ناکن همشون همینه. یعنی شما واقعا حس دژاوو به دست میده. انقدر که تکرار میکنن. شما باید سخت کار کنی، باید هدف داشته باشی، باید صبر کنی، باید نمیدونم تلاش کنی، برنامه ریزی داشته باشی. حرفای تکراری تو همش میبینی. ببین ببخشید صدام گرفت. یه کتابی بود به نام اثر مرکب. کتاب همون کلمه روشه. اصلا کمتر از یه خط، نصف یه خط اطلاعات مفید داره. ببین حرف کلی کتاب درسته. اثر مرکب بذار برای کسایی که نخوندنش خلاصش کنم که راحتتون کنم. آره بذار خلاصه کنم. کتاب چی میگه؟ میگه که اگر هر روز 1% مثلا بهتر از دیروزتون بشین، این اثر انقدر رو هم جمع میشه و حالت نمایی پیدا میکنه و شما مثلا آخر سال یهو مثلا 40-50% بیشتر. نه دیگه مثلا میگه آقا این مثلا یه مثالش حالا اینستاگرام میشینه، یه دونه 1 میذاره به توان 365 میکنه، یه دونه 1.01 میذاره به توان 365، این مثلا میشه 36. بذار حساب کنم. ببین این کل حرف کتابو شما میتونی، یعنی به جای که 200 صفحه کتاب بخوای بخونی، من بهت دارم میگم این یه جمله است. کارهای مثلا مثبت تو کنار زیاد کن و هر روز یه کار مثبت بیشتر انجام بده. مثلا میگه آقا هر روز ورزش کن. یه دوستم ورزش نکرد، یه دوستم 20 سال ورزش میکنه و اینی که هر روز ورزش میکنه خب معلومه 20 سال دیگه هم فیت‌تره هم سالم‌تره. این تمام حرف کتابه. میگه 1 به توان 365 خب میشه همون 1.
ولی اینجا من ماچین حسابی 1/100 رو به توان 365 رسوندم. چرا حالا میگین توان؟ چون شما وقتی امروز 1% بهتر میشین، فردا شدین 1 به اضافه 1% دیگه. درسته. خب بعد دوباره اون 1% به ضرب قبولت دارن. اوکی. نیاز نیست انقدر توضیح بدی. ضرب در حالا اون میشه و میشه 37. میشه 37. خیلی خوب، عدد واقعا بزرگی میشه. درسته، ما میگیم این جمله تازه تو کتاب زردار به نظر من اثر مرکب کتاب خوب است. شما این کتاب اسکابلشون رو بخونید دیوونه میشی. یعنی انقدر الکی تو ذهنت میکنه، واقعا به نظر من آدمو بلفل میکنه. می‌بینی مثل چی میمونه؟ بالقوه میکنه. ببخشید اشتباه گفتم. این ظاهرشون پر از قصه و مثال و خاطره و اینجور چیزاست، ولی ایده اصلیشون 1-2 تا چیزه به درد نخوره. شاید هم ایده خوبی باشه جدی، مثلا اثر مرکب ایدهش خوبه، ایدهش درسته، ولی دیگه لازم نیست 300 صفحه کتاب باشه. تهش یه پمفلت. شما میتونی بری آموزش ببینی به جای 300 صفحه خوندن اون. میدونی انگار مثلا میری مرغ سوخاری بخری، خب استریپس مثلا، به به غذای مورد علاقه، میری استریپس بخری 10% مرغ، 90% آرد سوخاریه. خب اون 10% اینفورمیشن از اون اطلاعات هست، 90% چیه؟ اون اضافاتشه، چیزای به درد نخورشه. کتابا اینطوریه، 10% تازه 10% خیلی دارم لطف میکنم بهشون، 10% اطلاعات دارن، 90% در نویز دارن. آره دارن چی میگن، عریضه رو پر آره میکنن. بالو پر میدن، الکی داستانه چرت و پرت میگن. ببین مثل پشمک ها بخوایم بگیم، ببین پشمک هم همینه، یعنی انقدر شکر میریزه انقدر پشمک میگیره. مثل موهای مثل موهایت هم پره، خیلی پشمک نیست، اینفورمیشن زیاد موهات. حالا چرا مردم اینا رو دوست دارن به نظرت؟ به خاطری که اینا میان داستان میگن، داستان تو ذهنت راحت تر میمونه. شما انتگرال یادت نمیمونه معمولا دیگه، دقت کنی یادمون رفته چون داستان نداره. ولی اگه یه نفر بیاد همین انتگرال رو با داستان به تو بگه، دیدیم مثلا میان تصویر میکشن سعادت 3 و 14، چرا سعادت 3 و 14 میاد مثلا باز میکنه یه خط صاف و بعد 3 بار مثلا آره رو به هم وصل میکنه، یه 14 صدم میمونه، مثلا میگه این به این دلیل سعادت 3 و 14. اینا رو اگه با داستان به شما یاد بدن، شما اونا پشت میاد. ولی ما دوست داریم یه سری داستانه خوشحال ببینیم. واقعیت مثل فیلم‌های ایرانی هست تاش همیشه خوبه، به جز پیر پسر البته. حالا دیدین تو فیلم ایرانی پلیسه موفق نشه دزد رو بگیره؟ اصلا نمیشه، اصلا نداریم. این به خاطری که به شما یه حال خوب میده. این کتاب هم همینه، به شما رویا فروشی میکنه، حال خوب میفروشه بهتون. آفرین، دقیقاً. و بعدیش اینه که شما رو یه ذره تو کنج خودت میذاره دیگه. فاز موفقیت داری ولی راهشو بلد نیستی. به قول معروف یکی از بچه‌ها میگه شما عشقشو داری ما علمشو داریم. اینم همونه. مهم اینه که جفتشو با هم داشته باشی. آره جفتشو باید با هم داشته باشی. علم میشه اینفورمیشنه. آره دقیقاً. حالا یه بحث موازی هم یکم بریم جلو. یه فرق بین اینفورمیشن و نالج. امیرحسین خیلی دوست داره اینو. آفرین. برامون بگو فرق اینفورمیشن و نالجو. آقا اینو خودت بگو. من واقعا چون خودش به من یاد داده میترسم جلوش بگم، مثلا ممکنه اشتباه کنم بعد بیاد تو حرفم. خودت بگو. ببینید این بذار یه مثال براتون بیارم. با مثال ما یاد میدیم که یکم با داستان یکم زردبازی. فرق همراه مریض که توی گوگل سرچ میکنه مریضیشو با پزشکی که میره پیشش چیه؟ ببین جفتشون یه اینفورمیشن رو دارن. درسته؟ جفتشون درباره اون بیماری یه اینفورمیشن رو دارن. فرقشون پس کجاست؟ خب فرقشون تو نالجه. نالج یعنی این که چطور از اون اینفورمیشن یا اطلاعاتی که درآوردی چطور تفسیرشون کنی، چطور به بقیه اطلاعاتت ربطش بدی و چطور عمل کنی بر اساس اون اطلاعات. این میشه نالج. همراه مریض اینفورمیشن داره و یکی از باگای نظام سلامت کلا فکر کنم همه دنیا هم همینه. حالا چت جی پی تی که اومده بدتر هم شده یه خورده. البته چت جی پی تی خوبیش اینه که یه خورده نالج هم انگار داره، خیلی کم البته، ولی آره نه به اندازه اون متخصص اون هیته، ولی خب باز بهتر از گوگله که میگه هر چی سرچ کنید شما تو گوگل میگه شما سرطان دارید. دقیقاً. آره. چرا اینفورمیشن بهتون میده، دروغ هم نمیگه. ببینید مثلا شما سردرد داری، آره سرطان میتونه، سرطان مغز
خدای نکرده دور از جون میتونه یکی از علائمش سردرد باشه، ولی سردرد شایع ترین علتش مثلا میگرن و سردردای تنشنه. آقا الان اگه یکی از شما سردرد داشت سرطان نیست دکتر نداریم میگیم شایع ترین علت سردرد سرطان نیست، شاید 0.1% 1% سردرد کمتر علتش تومور باشه، ولی خب به این گوگل دروغ نگفته. ممکنه شما سرطان داشته باشید ولی احتمالش هم بهتون نگفته. این احتماله یکی از ابعاد اون نالجه میشه که شما احتمال چیزا رو وقتی اینفورمیشن رو کنار هم میزنی احتمال بقیه پیش آمده رو دستتون میاد. حالا که من میگم ببین درسته یا نه، رسوب این دانش هم که حالا تجربه و سالهای مختلف به دست میاد هم میشه خرد، درسته؟ اینو من یه جا راجبش خونده بودم. نمیدم، خرد خیلی کلمه کلیه، از دید من شایدم درست نباشه، اصلا معلوم نیست تعریف درستی برای خرد باشه یا نه. به نظرم اون اطلاعات به ما یه اینفورمیشنی میگیریم، حالا نالج میشه، نالج برای بیشتر بعد عملیشه، شاید بخواد به خرد برسه باید خودت هم یه تحلیلی میگن حلاجیش بکنی، تو ذهنت بازش کنی، روش فکر بکنی، ببینی چطوری این یعنی این اطلاعات کجاش به هم ربط داره، کجاش من موافقم با اینجاش موافق نیستم، چرا اینجاش میتونه قوی تر باشه، اینجاش میتونه ضعیف تر باشه. این یه جور خرد بهت میده که با تفکر انتقادی که یکی از کتابایی که اونجا گذاشتیم، بله یه کتاب خوب، اینو انت راجبش صحبت کردیم تا بخشیشو توی پادکستمون. سلاطینی تو این کتاب صحبت کردم. مترجمشم بیار. مترجم که یاسر خودنویس کتاب خوبیه. ببین حالا این مجموعه من اینو فکر کنم ذهن فریبکارشو خوندم، تفکر انتقادیش هم که تو بهم دادی نصف خوندم البته اونو، بعد درآمدی بر تفکر انتقادی رو خوندیم. اگه علاقه داریم به این موضوع، حالا جدا از پادکست ما که درباره این صحبت کردیم، میتونید یا حالا شبکه‌های مجازی یا اینستاگرام یا کست باکس یا کتاب خود دکتر، آره کتاب‌ها، یا مطمئن نیستم یوتیوب داشته باشن، دکتر سلطانی، دکتر اکبر سلطانی متخصص غدد و فوق لیسانس فلسفه اخلاق داره. ببین ایشون اصلا هر حرفی زد شما چشم بسته گوش کن. درسته این تفکر انتقادی زیر سوال میبره، ولی واقعا حرفا که میزنن صاحب نظرن. به نظرم کاملا اکثرا که من هرچی گوش دادم خوب بوده. خب من برگردیم به موضوع اصلیمون. ببین این حالا کتابا، من یه مثالم بخوام بزنم یه ذره ملموس‌تر بشه براتون. شما الان رونالدو بپرسید چجوری فوتبالیست خوبی شدی، شاید یه سری حرفا بهت بزنه، ولی واقعیت اینه خودش هم دقیق نمیدونه چی شد. تمرین زیاد کرد، ذهنیت حالا اون برنده رو داشت، ژنتیکشو داشت، استعدادشو داشت و شانسشو داشت که توی یه آکادمی فوتبال خوب حالا باشه، مثلا دیده بشه، استعداد یابی بشه. شما حالا این آقا یه کتاب میاد مینویسه مثلا چجوری ما فوتبالیست خوبی شویم. آیا شما این کتاب رو بخونی، صرف خوندن این کتاب فوتبالیست خوبی میشی؟ حتی اگر به توصیه‌اش عمل، منظور ما اینه. آره حتی اگر عمل کنی. شما ممکنه سنت گذشته باشه، یعنی شما حتی ذهنیت برنده هم داشته باشید، 30 سالت باشه دیگه وقتش نیست. فرض میکنیم از لحاظ سن و چه میدونم همه فاکتورهای فیزیکی شما شبیه رونالدو باشید، حتی ژنتیکش هم داشته باشید که بعیده. بعید که پسر جورجینا باشه. پسر جورجینا فکر نمی‌کنم میتونن فوتبالیست. آره حتی اگه این حالت هم باشه ممکنه شما اون شانس دیده شدن براتون پیش نیاد، استعداد یابی نشین و کلا مسیر زندگیتون شما فرق داره با کسی مثل رونالدو. بعد ما حالا اگه بخوایم یه صحبت هم بکنیم از آقای فاینمن، آقامون فاینمن، از خوبای فیزیک، درباره یه حرفی زده که درباره همین قضیه‌ای که توضیح دادیم که نباید شست پا رو به شقیقه ربط داد. بله. فکر کنیم مثلا میگن که همه میلیونرها مدیتیشن میکنن، پس تو هم مدیتیشن بکنی میلیونر میشی. خب به این جای علت و معلول عوض شده.
و بعضا فقط موفقیت ها نشون داده میشن تو این کتاب ها و اون فیلیرها شکست ها دیده نمیشن. یه قاعده کلی و بر اساس یه سری استثناءات و داستان شخصی میان درست میکنن. داستانش قشنگ میشه، مدرکش یا اینفورمیشن ضعیفه و این نگاه از لحاظ علمی، یعنی در واقع این نگاه اصلا علمی نیست. حالا برسیم به گفته آقای ریچارد فاینمن، فیزیکدان برنده نوبل توی حوزه مکانیک کوانتوم. دیگه من ته سختی هست مکانیک کوانتوم. اونم البته راجبش 3 اپیزود تقریبا، 3 یکیش درباره سگانه فیزیک بود، یکیش راجب کوانتوم بود. توی کست باکس میتونید نگاه کنید. حالا شاید ما توی یوتیوب بذاریم. حالا چی گفته؟ گفته اصل اول اینه که نباید خودتو گول بزنی، ولی راحت ترین کسی که میشه گول زد خودتی. دقیقاً درست میگه. یعنی شما به راحتی میتونی خودتو گول بزنی، چون انسان موجود توجیهگریه. اتفاقاً توی که از این کتابای همین نشر چی بود؟ اختران بود. داره فکر کنم چی بود اون که خریدیم با هم، ذهن فریبکار شما بود. حرف جالب میزن، میگفت ما اول تصمیم میگیریم بعد توجیهش میکنیم که ما داریم درست میگیم یا نه. یعنی اول شما تصمیم میگیری که مثلا آقا این کار انجام بدی، بعد میای توجیهش میکنی، میگی من درستم فکر کردم توجیه شد. اینم یه مغالطه است، بهش میگم مغالطه، فکر کنم استدلال انگیخته. یعنی شما تصمیمتو گرفتی، حالا میای استدلال میکنی که چرا من تصمیمم درست بوده. آقا داشتی چایی رو داشتم چایی مینداختم. و جالب اینجاست که ممکنه خود این نویسنده هم گول حرفای خودشونو بخورن. ببین شما یه سری دروغ رو، یه سری چرندیات رو، یه سری چیز نادرست رو هی تکرار بکنی، خودتونم باورتون میشه. جدی. مثلا سیاسیش کنیم؟ نه دیگه نباشه. دیگه مثال نمیاریم، ولی اگه بخوایم حرف اینا رو باور کنیم باید کلی نویز فیلتر کنیم که اون مسقال یه ذره حرفه رو در بیاریم. آره، اطلاعات رو از توش بکشیم بیرون که به نظر من ارزششون نداره. یه کتابی مثل تفکر سریع و کند تو هر بخشش، تو هر چپترش، تو هر 5 صفحهش اندازه 3 از این کتابا اطلاعات داره. چه اطلاعاتی هم خدا وکیلی، چه اطلاعاتی. ببین من اولین بار که حالا چی شد از دامه یه سری از این کتابای خودیاری رهایی جستم، یکیش کتابی بود که فردوسی پور ترجمه کرده، ماره رولف دوبلی. آره رولف دوبلی بود. کتاب هنر ظریف شفاف اندیشیدن بود. هنر ظریف نبود ولی آره، ولی واقعا کتاب جالب. اون ظریف بیخیالیه. بیخیالی بود. ببخشید شفاف اندیشیدن. من این آخر صوتیشو گوش دادم، نخوندمش خودم. بعد صوتیش هم جالب بود، با صدای خود عمو عادل بود. عمو عادل گل. سلام میرسونم بهت. البته نمیبینم پادکست ما رو. هیچکی آقا دلم سوخت. بعد بس نگاه کنین دیگه، الان اینجوری اصلا خودم دلم آتیش گرفت. ساعت 12 شب داریم براتون ضبط میکنیم. ببین این خیلی سیلی میزد این کتاب به صورت آدم، جدی میگم. یعنی انقدر اطلاعات خوبی میداد، قشنگ سیلی بود. میدونی چطوری کتابش هنر شفاف اندیشیدن یا هنر شفاف اندیشیدن بود، یه هنر خوب زندگی کردن هم داشت. آره 2 تا داره. یه کتاب هم داشت دیگر اخبار نخوانید. اون زیاد به کار ما نمیامد، به در بچه سوئیس هم می‌خورد. ببینید انگار اومده بود کتاب کانمن رو گرفته بود، یه خورده انسانیش کرده. آره یه خورده روایت لاش گذاشته بود. ببینید بخوایم یه طیفی در نظر بگیریم، مثلا این سرش کانمن باشه، کتاب تفکر سریع و کند که دیگه آنتروپیش خیلی بالاست، این سرش مثلا 4 اثر فلورانس باشه که آنتروپی خیلی پایینی داره، اینجاست رفت. این مثلا از این ته آورده بود یکم اینجا که یکم مخاطب پسندتر بشه و به نظرم تو طیف زرد قرار نمیگیره به هیچ وجه. با اینکه مثال شخصی آورده ولی خودش گفته که این منبعش مثلا از نسیم طالب بوده، از کانمن بوده، نمیدونم از فلان کس بوده. آقا ما تا اینجا اومدیم اسمی از آقای نسیم طالب عزیز نیاوردیم. نسیم نیکولاس طالب. به خدای. البته من یه مشکل با ایشون دارم. آره یه ذره مشکل داریم باش. این آدم بسیار فریخته‌ایه و خیلی خیلی
دیدگاه انتقادی داره. شاید حتی من مشکلم باشه اینه که زیادی انتقادیه، اگزاجراس ذره انتقادش. یعنی دیگه رو اعصاب انتقادیه، یعنی از همه چی ایراد داره میگیره دیگه. انقدر انتقادی بودن هم خوب نیست، بعضی موقع دیگه نباید از اون طرفش بیفتی. باید یه سری جاها خب یکم ملایمت داشته باشیم. ولی در کل دیدگاه به نظرم بسیار درست و کارسازی داشته، همینجور که انقدر پول به جیب زده. آره دیگه واقعا جالب بوده. آقا بریم به نظرم یه بریک داشته باشیم یه بریک داشته باشیم و ادامه کارو بریم. خوبه.